درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه غذای مجلسی درست کنیم. این غذا اگه بخوام بگم ترکی هستش، ترکا خیلی درست میکنن، بهش میگن پادلیجان کباب، یعنی بادمجون کباب در اصل بهش میگن. به شکل‌های مختلف درست میشه. این یه مدلشه، فوق‌العاده خوشمزه است. حتما تا آخر ویدیو کنار من باشید تا این غذا رو با هم درست کنیم. برای درست کردن غذامون دوستان، اول از همه مواد گوشتی رو آماده میکنم. نیم کیلو گوشت چرخ کرده دارم. یه دونه پیاز دارم متوسط، رندش کردم، آبش رو گرفتم. اندازه یه قاشق غذاخوری ازش نگه میدارم. بقیش رو میریزم توی گوشتم. اینو من برای سس دارم استفاده میکنم، به خاطر همون اندازه یه قاشق غذاخوری کافیه براش. یه حبه سیر رنده شده، اندازه یک مشت جعفری خرد شده، معادل 3 تا قاشق غذاخوری جعفری خرد شده داریم. یه دونه تخم مرغ، دو تا قاشق غذاخوری سرپر پودر سوخاری. ادویه‌جات دارم، یه قاشق مرباخوری نمک دارم، فلفل قرمز، پاپریکا، نصف قاشق چایخوری، یه قاشق چایخوری پول بیبر دارم، نصف قاشق چایخوری ادویه زیره، یه قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری هم فلفل سیاه. حالا حسابی ورزشون میدم. ببینید دوستان، گوشت من آماده شد. حالا درشو میبندم. توی این مرحله میذارمش توی یخچال تا بقیه کار رو انجام بدم. حالا گوشتم آماده کردم، گذاشتم یخچال. اینجا 2 تا بادمجون دارم. بادمجون من سایزش درشت هستش. 2 تا دارم استفاده میکنم. 2 تا 3 تا بادمجون به اندازه ظرفتون. بادمجون آماده میکنم الان من براتون. بادمجونمو آماده کردم دوستان. اگه بادمجوناتون احساس میکنید که تلخی داره، حتما تو آب نمک بذارید. بادمجونای من اصلا تلخ نیستن، به خاطر اون تو آب نمک نمیذارم. همینطور میخوام سرخش کنم، ولی میگم اگه تلخی داشت، از جنس بادمجونتون مطمئن نبودید، حتما بهش نمک بزنید، بعدن آب کشی کنید و یا تو آب نمک نیم ساعت بذارید بمونه و آب کشی کنید، بعدن استفاده کنید. حالا بادمجونامون رو تو روغن داغ سرخشون میکنیم، دو طرفش رو میذاریم کنار. دوستان بادمجونم رو سرخ کردم، گذاشتم کنار. حالا گوشتم رو از یخچال میارم بیرون، یعنی گوشتم رو از یخچال آوردم بیرون. اندازه یه گردو ازش بر میدارم، گردش میکنم. نکنید به شکل گرد به این حالت سرخش میکنم. تو همین مایتابه‌ای که بادمجونم رو سرخ کردم، از همون روغن استفاده میکنم و میذارم توش دونه دونه سرخشون میکنم.
ببین دوستان، هم گوشتم رو آماده کردم هم بادمجونم رو. حالا بریم که سس درست کنیم. توی ظرفم اندازه 2 تا قاشق غذاخوری روغن مایه میریزم. یه قاشق غذاخوری پیاز که نگه داشته بودیم اون رو تفتش میدم. ببین دوستان، پیازم سبک شد. حالا بهش زردچوبه اضافه میکنم. یه نوک قاشق چای خوری زردچوبه میزنم. یه مقدار تفت میدم با زردچوبه. اندازه 2 تا قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه میکنم. اونم حسابی تفتش میدم تا رنگ ربم باز بشه. بهش یه مقدار ادویه اضافه میکنم. فلفل سیاه، قرمز، یه کوچولو هم نمک. یه مقدار دیگه با ادویه تفتش میدم تا عطر ادویه بلند بشه. حالا اندازه نیم لیتر بهش آب اضافه میکنم. 2 تا لیوان آب. اجازه میدم که سسم بجوشه. حالا توی این قسمت دوستان، اول از همه یه ظرف مناسب انتخاب میکنیم. توش بادمجونامون رو میچینیم که سرخ کرده بودیم. روی بادمجونا گوشتامون رو میچینیم دونه دونه. روی هر کدوم از گوشتا یه تیکه گوجه میذاریم. من از گوجه‌های مینیاتوری استفاده کردم. میتونید حتی گوجه رو خورد کنید، گوجه‌های درشت معمولی رو خورد کنید و یه تیکه گوجه روش بذارید. اون واقعا سلیقه شماست. حالا من براش فلفل دلمه‌ای و فلفل تند، 3 تا دونه فلفل تند میذارم. بعدش هم فلفل دلمه‌ای میچینم. هم طعمش رو خیلی بهتر میکنه، هم ظاهر خیلی خوبی بهش میده. آخر سرم سوسی که آماده کرده بودیم میریزیم روی موادمون. در نهایت میره داخل فر گرم شده با دمای 180 درجه به مدت نیم ساعت تا زمانی که گوجه هاتون بپزه، چون بقیه موادمون پخته هستش. بس که من از فر در آوردم بهتون نشون میدم. بفرمایید دوستان، غذامون آماده شد. امروز هم کنار همدیگه آشپزی کردیم. یه غذای فوق العاده خوشمزه و مجلسی درست کردیم. بهتون توصیه می‌کنم حتما درست کنید چون فوق العاده است طعمش. مرسی که تا آخر ویدیو کنار من بودید. اسم منم هنگام است. کلی دوستتون دارم. نظراتتون رو کامنت کنید. ویدیوی بعد هم دیگه رو می‌بینیم.